نه حل کسته خبر باز بیتنی بس کسه ماشین خلاص کنه ولی خلاص نمی چطوری کنه خیر او حل کسه وجه میشه حل کسه همین پیما خبر که ودمتا دان ساعت 3 شب گوست و سپره پچ کت و وجه امیر ارسلان گو پادشاه سر سپره نشتن شام وارد بعد چه نوشگاه گوشی کاوا و بگر بدارو جا کامبوست هر یکی و جاگه رفت و تی خلوتگاه رفت وقت بعد چه چند شب و روز چه خستگی و رای جندپندی و شی امیر ارسلان براحت وقت دو کنیز ما صورتیں پریزادیں دا صوبا امیر ارسلان پاده وشی مالتان پرد کن که خسته کوبته تو راه باز رفته گن در وقتی که گوشی بالاخره آفتاب روز درد که چه پشت حجاب و پشت پرده و تیگه سری در ناکشد دنیای چوتی نورا وشی روشن کد صاحب کتاب شعری لکھتا دیگر روز که این صبح گیتی فروز به فیروزی آورد شب را بروز دیگر باره رسم ترب تازه کرد همه چهره خاک را گازه کرد امیر ارسلان وشی سرچه و آبا پادت کو به حمام رفت و سر و کله وتی سپایی داد و گودی وتی پادشاهی ورا کتان تاجی به سرا کت و زهم زمرد نگار و همه پیما خنجر زمرد نگار و جام وتی سرین بستن تی و تو سر و آزاد نخل توبه وشی وجه به بارگاه رفت به تخت پادشاهی و نشت پادشاه و امیران تمام هر یک جا به جای وقت بارگاه نشته و آراسته امیر ارسلان دیم گو امیران گون تمام اشراف مملکت جان کت و گوشتی جماعت آیا من ای مملکت ای ملک به ضرب زحمون گبته یا مبت به ای تخته نشته تماما چون مثل برگ درخت به هاکا رد کن تو وجه احترام کت عرض کو قربان به ما چه آفتابا چه روچا چه روشنتر هستن که تو گو ضرب زحما په زور بازو ای مملکت رو تسخیر کده گفته امیر ارسلان گوشت آیا چه شما دیگه کسی هستین که ادعای پادشاهی آی سرا بیبیتن یا نه تماما گوشت قربان به ما را چه حد که ای پیمه خیالان بکنی هر کسا تا مای واسطه بزرگ پادشاه کنه ما اطاعت کنه و در صبح قیامت نسل به نسل فرمانبردار می امیر ارسلان گوشت پادشاه شما ملک آفاق مامونیر هستی ولیکن آیی جنین ملک شاپور جنین و باید به شهر پازهر بیایتی را منی اشین که پیر زاهد به عنوان پادشاه و بزرگ شما چه طرف مامونیر نایب بیبیتیں و به خدای 18,000 عالم اگر به قدر سر میده برخلاف رای پیرمرد عمل کنی که آن خاک بنی جان به شما سر زیر و زبر کنم و چه جن و چوک که شما که درست هم با خرابات کشون شد تمام عرض کو قربان به ما آچه تو بگوشه ما با جان و دل تابع برداریم فرمان بردار می قبول کنی اطاعت کنی فرمان بردار می و اگر هم به مذهب تو و مذهب تو عاشق هستی مبا صلاح ما تمام هستی که تو راست و صلاح هر کسی با ما بزرگ و پادشاه بکنه ما تمام قبول کنی و طاعت کنی چایا وجه خلاصه وشی پیر زاهد به تمام رضای آیی طالب هستی
چایی چه آدم بهترین پاکترین چه پیر زاید آگوشی نیسته. امیر ارسلان آفرین گوشت دست پیرمرد زاید گپتی به تخت سری نندید و تاج ملک جانشاه به سری ایر کد. تمام مبارک باشد گوشت و سلام وجه داد، سلام منعقد کد. خطبه واند و سکه به نام مامونیر جد. امیر ارسلان گوشت هر سال باج و خراج مملکت جان باید به مامونیر برسیده و وطم نظم و چیوتی مملکت جانگاه اڈ بکن، درستی بکنده. به پیرمردیان سپارش بازم کتی که پس چایی آصف وزیری لوٹائیں تو گوشتی در تدارک روک ببین. آصف وزیر هم عرض کو بچه ما و دنا رب به تدارکا یعنی به حرکت کنه که وسایل همتی ببنده که حرکت بکنه برو آنده چی حرکت بکنه. تدارکا وتی مسافرتگاه مشغول بیتا. امیر ارسلان هم در اثر ما بارگاه با امر مملکت مشغول بیت. الکس مدت یک هفت روز ما مملکت ما ملک جان به سر برد. روز هفتم آصف وزیر به بارگاه رفت و عرضی کد قربان بان تمام سپاه حاضرین. امیر ارسلان هم گشت باند صبح لشکر حرکت کنده. مامونیر خبر کد که ماتا آئیگا. مامونیر ماتا کنیزان و غلامان وتی به همراهی آوردن و اسورا همه روچهگا امیر ارسلان همه که چه بارگاه لوٹتی پاد به و اسبی لوٹائند با اتفاق ملک اقبال شاه و ملک شاهرخ شاه و ملک شاپور و آصف وزیر و امیران با اردوگاه با جاگه جنگ میں اردوگاه جای که ننده این نام اردوگاه کنه. بلوچه نیمه نزان اردوگاه چه وشن واجه اردو جای بنجای جاگه که بوده روان ننده نه منشو بنجای وشن بنجای وشن چی وشن بنجای جای بنجای اڈ کنه که وقتی منا استگاه سره نه استاپگا با اردو سره وجه مامونیر و کسانی وتی آرتن تو ات که امیر ارسلان حکم رحیل داد یعنی حرکت حکمی داد. سپاه ما تدارک را وگهگا آماده بیتن. آشب رفت روچ دیگه هم سپاه کوچ کو وجه حرکتی کو. پیرمرد زاید هم گم بزرگان مملکت جان تا آخر حاک بنی جان آنی همراهداری کد و رسین تنتی. امیر ارسلان تمام خلط داد و نوازشی کتن و با گردان و گوامیران و چه بیابان گوامیران بیابان به بیابان رفتن تا پس چه یک ماه به مملکت دشت پازر رستن. ملک شاپور کسی هم به خدمت وتی ماتا منظر بانو دیم داد که خبر داد که امیر ارسلان گوشته منظر بانو آچه و پیشوازی لازم بیتا مانند طبل و علم و ساز و سرنا نکارخانه دیگه وسایل به استقبال دیم داد. شهری هم سنبینته و ایال و اشراف تمام مملکت به استقبال شانیگاه دیم روی شانیگاه وجه به جلال و جبروت با اینی عز و عظمت و تمام چیز وجه رفتگم پا عز و عزت رفتگم چه حد که وارد شهر پازر بیتگم. امیر ارسلان به بارگاه رفته دوباره ملک شاپوری به تخته نندیتا حکم سیره پدا دادگی. مامونیر هم به حرما برتگ و منظر بانو و سر و رود ده مایی چوکتگم به تدارک سیره پدا مشغول بیتگم. امیر ارسلان یک هفتگی چه شهر پازر منطقه هفتمی شپا مامونیر گوهما تمتراک و ساز و سرنایان دستگاهان به عرض بیتا که باغ پازر بیتا. امیر ارسلان سیر کتا داماد دست به دستی داتگان تو رنات که تمام هر یک که بود اتاق خلوتا. ملک شاپور هم پادت که
دری بسته و بالاخره سالوک بانور همشن دست مامونیری گفته پیش کشته و وجه نشته یک کادگر و گپ دیوان و هر دو یک دگر چو جان شیرین وشی در بر گفته ملک شاپور چه آهور شمایل کام دل گفته تا صبح به عیش و کامرانی مشغول بیتن در وقتی که بانور خلوت نشین که پشت پرده ننده روچ وجه چه هجله چه پشت پرده و تیگا سری پر دنا کشته دنیای چوتی نورا دنیای روشن کتا امیر ارسلان نامداران چه وابا پادت که رفته در ملک شاپور هم پادت که به حمام رفته گو دنات که دست امیر ارسلان و ملک اقبال شاه و ملک شارک شاه چکته هم پیشانی چکته و مبارک باشده گوشته شاد و خندان به شهر رفته امیر ارسلان حکم رحیل داته آصف وزیر به جمعآوری سپاه چه دشت سپاه مشغول بیته 3 روز چه عروسیا چه که گسته سیرا چه امیر ارسلان گو ملک شاپور و ملک شارخشاه و مامونیر و منظر بانو ودای کتن خداحافظی کتن چه شهر پازارا دنا رفتن ما اردو و وجه با دیوان جای ما نزان میدان جا و دیگه بونجای که او دا کته گوتی بونجا وجه رفتن او نندک جایم بونجایم وجه حرکت کته امیر ارسلان گو سپاه و امیران و ملک شارخشاه و ملک شاپور ان آمی داتگان چه آم مرخصی کته گو خداحافظی کته و 100,000 سپاه دشت سپاهگا کوچ کته ملک شارخشاه و ملک شاپور دا آخر خاک پازر یک کادگر را وجه همراهداری کته گو راشونی امیر ارسلان چه آم ودا و خداحافظی کته آهم بازگشت کته بوتی منطقه امیر ارسلان گو ملک شاپور چه دهنه چاها چه وجه دنات کنن چم امیر ارسلان که با کلا سنگ کپته 1000 رنده شکر خدای بجارده خلاصه در هیچ مکان وشی توقف نکته منزل په منزل رفتگن تا به 3 منزلی شهر سپاه رستگن و با چوکا ملک فیروز نامه لکته و آچه که با ای واسطه وجه دیم استقبال با آنی سبکن تحویل گره و استقبال واسطه کن دیما بیاین تو وز لازم بیته تهیه بکنم آصف وزیر هم وجه با آصف وزیر هم دیم داده که ملک فیروز دیگه چه امیران چه شهر چه دانا کام با استقبال ما استقبال بلوچی هم وشی نام کنن دیول من دپا نیایگم وجه امیر ارسلان هم وجه همدا کش کتا که آصف وزیر به شهر روگن به خلوت رفته ورسی کلمدانی لورته و لکتگی شعر لکته و شیچ خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه آنی رایت دهرن من هجرکل کیامه عربی نیم پارسی ما و نزانی چی لکته تصدق گوشی قربان سر تا پا بمان که درد بلاتی بجانو نه چندان آرزومندو که در شرح بیان بکنو و اگر 100 نامه هم بلک کن حکایت پیش چه آیان که هستن ملامتان که بر من رفتن و سختیان که منی سرا اتکن گرچه هر نوبتی هر فصلی هر داستانی بوشون که بیایم امیدوارم که همه پیما که وجود عزیز تی به سلامت ببی که جویای حال تی ببون بحمدالله تعالی زنده و سلامت هستم به اقبال و بخت به انتهای بیزوال تی الحاق دیو و شیر گویا کشتگم تونو انشالله 3 روز دیگه به حضور مبارکتی رسون زبانی شهر حال و تیگا تی واسطه بیان کنو تعریف کنو و تی داستانا گر با دگر به خدمتت باز رسم
هم با تو گویم که چها کرد فراگ، چها کرد فراگ وجه ما ندانی چی بکده وجه کسی هم دارن یا ملته شما شو گوش داری دیما چارین باری چی سلامت باتی او چارین باری دیما الله میاره.